ما میتونیم به ذریعه نماز مستقیم ارتباط با الله برقرار بکنیم. دین مبین اسلام به ما میگه که سوای نماز، سوای حج و زکات، راههای دیگری هم برای رسیدن به خدا، راههای دیگری هم برای جلب توجه، برای جلب محبت و رضایت و خوشنودی پروردگار ما وجود داره. راه رسیدن به خدا تنها نماز نیست. دین مبین اسلام به ما میگه اینها آموزه های دین مبین اسلامن، اینها زیبایی های دین مبین اسلامن که میگه محبوب ترین عمل، پسندیده ترین عمل نزد الله خوشحال کردن دل یک غمزده هست، خوشحال کردن و خرسند کردن دل یک انسان درمانده و پریشان حاله، روحیه دادن به برادر مسلمان، فاز مثبت دادن به یک مسلمان، اظهار همدردی با یک غمزده. محبوب ترین عمل نزد الله متعال هست. تکشف عنه کربتا، بار غمی رو از دوش برادر مسلمان برداشتن موجب رضایت پروردگار میشه. او تقضی عنه دینا، اگر برادر مسلمان بدهکار هست، وام داره، ورشکست کرده، در تجارت خودش شکست خورده، الان بدهکار هست، تو بری دین اون رو بپردازی، بری وام اون رو بپردازی، رضایت الله رو به دست آوردی. او تطرد عنه جوعا، یا یک تشنه لبی رو سیراب بکنی، یک لیوان آب به یک تشنه لب بدی، رضایت الله رو به دست آوردی. چقدر زیبا! پس دین مبین اسلام میگه که رضایت الله متعال تنها در نماز و روزه و اون سلسله عبادات فردی نیست، تنها در رکوع و سجده پروردگار نیست. آیه ای رو در محضر شما خوندم، چقدر زیبا ربمون فرموده یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. ای بندگان، ای مؤمنان، خدا رو رکوع بکنید، خدا رو سجده کنید، خدا رو به توحید و یگانگی یادش کنید، در کنار عبادت، در کنار سجده پروردگار میگه وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اگر رستگاری میخواهید، اگر میخواهید به فلاح و رستگاری دست یابید، کارهای خیر انجام بدید، برید کار خیر بکنید. پس دین مبین اسلام یک دین اجتماعی هست. رضایت پروردگار تنها در نماز نیست. من اشعاری رو در محضر شما در خطبه هم خوندم، میگه شنیدم که پیری به راه حجاز، شاعری داره میگه، چقدر زیبا، خوب توجه بکنید. میگه شنیدم که پیری به راه حجاز، به هر خطبه کردی 2 رکعت نماز. میگه یک صاحب دلی، یک اهل دل، یک عارف، یک درویش، یک اهل خدا مسیر حجاز رو در پیش گرفته بود، میخواست به سرزمین حرمین بره. تو این مسیر با پای پیاده راه میرفت، چنان غرق عشق و محبت پروردگار بود. وقتی به هر منزلی میرسید 2 رکعت نماز میخوند، پیشانیش رو بر ریگستان داغ، بر سنگلاخه ها میگذاشت و الله رو در برابر الله سجده میکرد. شنیدم که پیری به راه حجاز، به هر خطبه کردی 2 رکعت نماز. چنان گرم رو در طریق خدای، که خار مغیلان نکندی ز پای. چنان غرق عشق و محبت الله بود، چنان سرمست بود، چنان بیاد خدای خودش غرق بود که با پای لخت، با پای برهنه راه میرفت. اگر خارهای مغیلان که خالهای دردناکی بودند به پایش میخلیدند، اصلا توجهی نداشت، اون خارها رو هم از پایش بیرون نمی آورد.
غرق در عشق و محبت الله بود. یکی هاتف از غیبش آواز داد که ای نیک بخت مبارک نهاد. میگه از غیب یک آوازی رو شنید، یه صدایی به گوشش رسید که ای انسان روشن ضمیر، ای انسان پاک دل، به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی. برو یک دلی رو خوشحال کن، برو یک لبخند به روی یک برادر مسلمان بزن، برو با یک غم زده اظهار همدردی کن، برو با برداشتن بار از دوش یک برادر مسلمان دلش رو خرسند کن. به احسانی خرسند کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی. بهتر از اینه که در هر منزلی 2 رکعت نه 1000 رکعت هم بخونی. ارزش اون بیشتره که برای خرسند کردن دل یک انسان قدم برداری. این شاعر این شعر زیبا رو از جیب خودش در نیاورده سروران، این الهام گرفته از سخنان زیبای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. پیامبر ما میفرمود لأن امشی مع اخ فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی مسجدی هذا، یعنی مسجد المدینه شهرا. فرمود من اگه از خونه ام بیرون بیام برای کمک رسانی به هم نوع خودم، برای کمک کردن به برادر مسلمان خودم، یک روز از خونه بیام بیرون، برای من ارزشش از 1 ماه اعتکاف در مسجد نبوی بیشتره. شما میدونید که فضیلت مسجد نبوی رو الله متعال میفرمایند لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه. مسجد النبی مسجدی است که سنگ بنای اون رو، خشته های اولیه اون رو محمد مصطفی با دستان خودش و با یاران خودش بنا کردند. مسجد النبی جایی است که روضة من ریاض الجنه، باغچه ای از باغهای بهشت اونجاست. جسد مبارک آن حضرت در اونجا در دفن روضه مقدس هست. گنبد خضراء مدینه که دیدنش آرزوی میلیون ها مسلمان هست. پیامبر خدا فرمودند تو مسجد من نماز خوندن ارزشش 1000 برابر از سایر مساجد هست به جز مسجد الحرام. اما پیامبر ما میفرمایند اگه من برای گره گشایی از کار برادر خودم که به مشکل خورده، کارش لنگ من هست، من میتونم اونو کمکش بکنم، من از منزل خودم برم بیرون برای مساعدت و یاری این برادر خودم، ارزشش نزد من محمد مصطفی از 1 ماه اعتکاف و عبادت در مسجد نبوی بیشتر.